چه عطری هم داره. کاش میتونستم عطر این قابلی پلو رو بهتون نشون بدم. اما بیا بهت یاد بدم که خودت درست کنی و این عطر رو تجربه کنی. طعم گوشت قابلی پلو خیلی مهمه چون بعدا ما از اون عصاره و آب گوشتی که قاطی پلو میکنیم عطر اصلی رو به ما میده. 3 ادویه اصلی داره: زنجبیل، زیره، گشنیز که اگه همونجا پودر کنین خیلی بهتره که عطر بهتری بهتون بده. بعد از اونم که نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، دارچین، هل و زردچوبه داره. من توی سنگ درست کردم و میذارم 3-4 ساعت پخته بشه. بریم سراغ درست کردن مواد پلومون. هویجا رو خلالی نازک میکنیم، با کره تفت میدیم، کشمش رو اضافه میکنیم و بعدش هم که عصاره و آب گوشت رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم چند تا قله ریز بزنه. میتونین حالا موادتون رو با برنج آبکش شده مخلوط کنین و بذارین 40 دقیقه الی 50 دقیقه با حرارت کم دم بکشه. ولی من با پلویی که دم کشیده بود میکسش کردم.